شکر برا گرفتی؟ کارت کن. توبه کردم. شرم هم نمیدارم اینجا. چند سال می شود که پیرزن تن و تنها نظیر خاله را دوست نامیده مسخره‌اش می کنند. لیکن آدما نمیدانند که نظیر خاله در حیاتش چقدر تلخی ها چشیده، چی غم و غصه ها خورده، چی مقدار اشک ها ریخته است. همسایه انا همی کامپیر دیدی؟ این کامپیر دوست سلام نداده رفت کو؟ شما آدمی نو هستید، نمیدانید، نمیشناسید. اگر که به خانه تان بیاید به خانه تان نمانید. البته یک چیز نیم چیزتان دزدیده میره. ای کجا میدونین که او دزده؟ همه گذر میدونه. هر روز یک چی نیم چی گم میشه. جابیو چیکار میکنی اینجا؟ تیز خونه برو. حاضر. همسایه سلام خاله جان. سلام. میبخشین در شده بدون من در اومدم. یگون گپ داشتید؟ خاله جان من همسایه نوی شما نانی گرم پخته بودم به بهونه همین در اومدم. تشکر، بیهوده تشویش کشیدید. بیایید مرحمت دروی. بیایید دخترم. بگیرید خاله جان. مرحمت دروی. بیایید شما گذارید. من هم پدر داشتم. وضعیت شما رو میفهمم. فقط شما خودتون رو به دست گیرید. این روز بر سر هر کس می آید.
خیش و تبار را دعوت کنید جمع شوند. وقت بسیار کم مانده است. دخترم باز کمتر میشیشته. تشکر. کودکو خانده تنها روم. باز بیایید. من خیلی خرسند شدم. معلش خوش باشه. یک دم صبر کنید. این را گیرید دخترم. من کسی ندارم. من میخواهم بعدی مردنم از من به شما نشانه ماند. گیرید دخترم گیرید. خاله جان آنا چه خیلی زیبا. گردنبند از مادرم میراث مانده است. اگر او زنده می بود خودش به تو تحفه میکرد. اکنون این از آن تو شد. خیلی به تو زیبیده است. من هم تحفه دارم. چی؟ خدا خواهد به نزدیکی صاحبی فرزند میشویم. نه 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 نظیرا نظیرا خانه رو هم ساختیم. که خانه هم تیار. یک گاو میخریم و زندگی رو آباد میکنیم. ها؟ چی گفتی؟ نظیره؟ با تو چی شد؟ نظیره؟ 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 خیز وقتی شوخی نیست. عمر حیاتی با سعادت کوتاه بود. نظیره دختر تولد کرد. نامش را نشانه ماند. نشانه از شوهر. روزهای روشن و زلالش را سر آمد. نشانه به وایه می رسید و اما علت پای داشت. ماهها سالها پسی هم می گذاشتند و همان نشانه با پای فلج از بستر بر نمی خیست. نظیره آری از خودنگاری گشته بود. هرچند درد فرزند برایش سنگین بود، اما تاب آورده به در هر خانه رفته مشغول جامه‌شویی می شد و تکه نانی را به جگربندش دریافت کرده می آورد.
سلام نظیره. بیا من با تو یاری میدیم. نه خدا میبرم رحمت. نظیره من میدونم که تو تنهایی در زندگی عذاب میکشی. میخواهم که با تو قناعت شوم. راضی شو. نه اکای مجید، مرا با درد و غم خودم مونید. نظیره فکر کن. گرخته بچو. شکر رو میخورم. نشونه شل نمیتوانی نمیتونی شکر رو دیگه. کنی گیر شکر رو نمیتوانی ماه گیر کنی گیر نمیتوانی پیشگری دا کنی گیر شکر رو نمیتوانی. نشونه شل نمیدیم کنی گیر میخورم شکر رو. شکر رو میخورم. فکر کردی؟ دف شاف چشم بچو. بیا دختر جان. نشانه جانم. پیشک مامی خدا. هزار اسپند رو دود کردیم. هزار بلا رو دور کردیم. آچه جان. نشانه تمام شب به خود نآمد. میلرزید و مینالید، میپیچید. نظیره نمیدونست که چه طور درد دخترش را کمی هم باشد سبک کند. السلام علیکم. نشانه کسل شده است خدا جان. مایلش رو زیر میبرایم. همین دارو رو گیرید. برای سلامتی فرزند شما خیلی ضرورن. السلام علیکم. سلام علیکم. مرحمت. با من همین داروها لازمند. ممکن است که پولش را دیرتر بیارم. با من پول لازم نیست. ما دیگر خیلی حسابی میکنیم. میگریزی؟ کجا میگریزی؟ کجا میگریزی؟ کجا میگریزی؟ تو کجا میگریزی؟ دیده؟ از دارو خانه دارو دزدی. بیا رفتیم راست به ملیسه خانه میرویم. نظیره تمام شب رو در شعبه میلیسه روز کرد. احیان میلرزید. لرزش اضطراب داشت. سکوتش پر از فیغان و فریاد بود. نظیره عزم داشت. تصمیم داشت که زود از اینجا رها گردیده با کمک فرزندی بیمارش شتابد. هزاران فکر و خیال پیچ در پیچ او را به تشویش می آورد، اما عزمش قطعی بود از اینجا رها گشته کنار نشانه باشد.
این کدام نظیر است؟ همونی که دخترچه معیوب دارد؟ بله رفیق مایور. از داروخانه دارو دزدیده است. جواب دهد رود. آخر او جنایت صادر کرده است رفیق مایور. اینجا جای او نیست. جای انمون مجیدی دارو فروش قلاب است. فهمیدی؟ فهمیدم رفیق مایور. جواب دهد رود. اطاعت. نشانه ассалом холаҷон. салом. падарам касали вазнин. илтимос карданд, гуфтанд ки шумо ба хонаи мо биёед. نیامد. آچه دزدی نباشه. بچم ба гапи ҳама бовар накун бачам. фақат ба он гӯш кун ки дилат чӣ мегӯяд. дилатро ҳеҷ вақт фиреб намекунад. фаҳмидӣ бачам? پیش از میخواستم تو رو بینم. مرگ منتظر من است. دیگر طاقت درد رو ندارم. گناه عظیمی کردم. میگریزی؟ کجا میگریزی؟ کجا میگریزی؟ دوست کجا میگریزی؟ تو کجا میگریزی؟ دیدت؟ از داروخانه دارو دزدی. ببخش. من که تو را بخشیدم. دعا میکنم که خدا تو را بخشد.
خدا جایت را جنت کند. هر یک انسان دارای سر و اسرار خود است. تنها خداوند از رفتار و کردار همگان با خبر است. ما نمیتوانیم کسی را به خواست خود بها بدهیم. همه عامل خوب و بد یک روز آشکار می شود، ولی عمر رفته را پس گردانیده نمی شود.